هیچ کس در این دنیا جاوید نمیموند عزیزان من. پادشاه ها هم میمرند، گداها هم میمرند، پهلوان ها هم میمرند، ناتوان ها هم شربت مرگ میچشند، ملا و ایشان ها هم، جوان و پیرا هم، مرد و زن هم، هیچ کس از مرگ رهایی ندارد. وقتی که رفتیم پیشگاه خدا، وقت به ایمان که باشی از این پول فرستادگی پگه براحت میگی. اما اگر رفت و مسجد نآمدی، نماز در خانت خواندی، یک ثواب میگیری. حالا رسول اکرم لا یدع عنها الا منافق معلوم النفاق. از مسجد کسی عقیب میموند که او منافق است گفتن. این خیلی وعیدی سخته بچه های خوشرو. معنای منافق کافی نه. از مسجد کسی میگریزد، از مسجد کسی دور میشود که وای به ایمان به خدا ندارد، وای باوری به جنت و دوزخ ندارد، بنابر مسجد نمیبیاد. کسی که مسلمان است و ایمان به خدا داره، وای مسجد دوست میداره، وای مسجد میبیاد، لحظه با خدا مناجات میکنه، با خدا راز میگویه، با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه خدایا رزق من فراخ کن، خدایا عمر من دراز کن، خدایا فرزندای من اهل توفیق کن، خدایا من از آفتان نگه دار. شما دعا کنه خدا رزقاتان فراخ میکنه، شما دعا کنه خداوند حاجتاتان میبرزد. بنابر کار کنه که مسجد از نمازخوان پر باشد، کار کنه وقتی نماز شد کاراتان نمونه دویده بیاید نمازتان خود باره بکار. والله شما نمازاتان کاراتان هم پر برکت میشود، رزقاتان هم فراخ میشود. خوب در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم.